این پیرمرد 90 ساله بیشتر از 70 ساله که وزنه میزنه، در مسابقات بدنسازی شرکت میکنه و کلی مدال و قهرمانی داره. مسن‌ترین بدنساز جهان که میتونه بیشتر از وزن بدنش وزنه لیفت کنه و هیچی نمیتونه مانع تمرین کردنش بشه. جیم آرینگتون 90 ساله اهل لس آنجلس از 15 سالگی بدنسازی رو شروع کرده و تا به امروز هفته‌ای 3 بار تمرین میکنه. جیم یه ماه دیگه 91 سالش میشه و تونسته در سال 2015 که 83 سالش بود اسمش رو به عنوان مسن‌ترین بدنساز رقابتی جهان در رکوردهای گینس ثبت کنه و از اون زمان تا الان تونسته این عنوان رو حفظ کنه. ورزش کردن به من کمک کرد تا بیشتر زندگی کنم و کارهایی رو انجام بدم که همسن و سالهای من نمیتونن. یک فرد مسن با واکر و وسایل کمکی راه میره ولی من میتونم برای یه مدت طولانی قدم بزنم و این باعث خوشحالی منه. جیم روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به مدت 2 ساعت ورزش میکنه. 700 کیلو وزن داره و به گفته خودش میتونه 115 کیلو پا بزنه. آرینگتون برای تمریناتش از دستگاه استفاده میکنه چون که معتقده با افزایش سن مفاصل ضعیفتر شده و این باعث شده وزنه‌های آزاد براش خطرناک باشن. این پیرمرد 90 ساله یک برنامه تمرینی غذایی منظمی داره و با وجود اینکه دارنده چندین مدال و قهرمانی در مسابقات مختلف هستش هنوز هم مسابقه میده. یکی از آخرین موفقیت‌های جیم در مسابقات IFBB که ماهی پیش برگزار شد بین دسته بالای 70 سوم شد. این پیرمرد اوایل در سال 1950 برای عنوان مستر آمریکا شروع به رقابت کرد و خیلی زود به این نتیجه رسید که ژنتیکشو نداره و اصلاً هیچ شانسی برای به دست آوردن این عنوان نداره. فکر کردم بهترین شانسم برای موفقیت در این رشته اینه که صبر کنم تا بقیه سنشون بره بالا و سراغ کار دیگه‌ای برن یا اینکه بمیرن. یه مدت پیش جیم آرینگتون رو دیدیم که در مسابقات مسترز در رده بالای 80 و 90 سال اول شد.